ماکارونی از اون غذاهایی که بین ما ایرانی‌ها بسیار طرفدار داره و نکته جالبش اینه که ته‌دیگ سیب زمینیش محبوبیت بیشتری داره. امروز میخوام ماکارونی گوشت و قارچ درست کنم. بعد از اینکه پیازا رو نگینی کردیم و فلفل دلمرم نگینی کردیم، یک کمی سیرم به دلخواه برای طعم و عطر بهتری استفاده میکنیم. به ترتیب برای تفت دادن اول پیاز، بعد سیر و بعد از چند دقیقه تفت دادن گوشتم بهش اضافه میکنیم و در آخر فلفل دلمرم بهش اضافه میکنیم تا حسابی تفت بخورن و آماده بشن. حالا وقت ادویه هاست. فلفل، نمک، زردچوبه، پودر سیر، پودر پیاز و کمی هم من دارچین بهش اضافه کردم. راستی من از عصاره گوشتم استفاده کردم برای طعم و مزه بهتر شدنش. من از قارچ آماده و گوجه پوره شده استفاده کردم تا طعم و مزه بهتری بگیره. بعد از اینکه آبمون جوش اومد، نمک، زردچوبه و بعدش پاستا ها رو اضافه میکنیم به آب جوشمون. خوشمزه ترین قسمت ماکارونی ته‌دیگشه که من از سیب زمینی استفاده کردم. همینطور که میبینید من لایه لایه ماکارونی و مایه رو بهش اضافه کردم تا دیگ پر بشه. مرسی دوست خوبم که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک و کامنت، سیو و شیر هم اگه بکنی خیلی ممنونت میشم. نگاش کن آماده شد. به به چه رنگ و بویی داره. به قدری گرسنم شده دست و پام داره میلرزه. واقعا چه عطر و بویی داره. حولم برای خوردنش. برم تستش کنم. خیلی خوشمزه شده. واقعا نمیدونم چه جوری مزه و طعمش رو برای شما بگم. جای همگی خالی.